سلام، من کیاوشم. اینجا کانال کیاسته که در مورد لپتاپ ها و تکنولوژی های مربوط به اون توی این کانال مفصل صحبت میکنیم. امروز میخوایم در مورد یکی از لپتاپ های ارزون قیمت و پرفروش ایسر صحبت بکنیم. ارزون قیمت شاید نشه گفت، بگیم میان قیمت مناسب تره. این لپتاپ هر روز داره پرفورمنسش بهتر میشه. لپتاپ ایسر نایترو 16 که حالا اسمش رو از 5 به 16 تغییر داده تا اشاره کرده باشه به صفحه نمایش اون چیزی که توی خیلی از لپتاپ‌های دیگه، خیلی از برندهای دیگه هم این کارو میکنن. ایسر نایترو 16 امسال قرار 16 اینچی باشه. البته یه اشاره کوچیکی هم به ورژن 17 اینچیش خواهیم داشت توی این ویدیو. این ویدیو بررسی نیست، ویدیو معرفیه که خب خیلی تفاوتی نداره، فقط نکتهش اینه که چند تا چیز هنوز تایید نشده و باید لپتاپ بیاد تا ببینیم و یه سری چیزا هم که هنوز تا لپتاپ نیومده نمیشه متوجه شد، مثلا اینکه جنس بدنش چه حسی موقع لمس داره یا مثلا اثر انگشت میمونه روش یا نه. اینا رو که فاکتور بگیریم یه سری چیزا مشخصه. ایسر نایترو 16 همونطور که گفتم جزو لپتاپ‌های میان قیمت، یعنی توی رده قیمتی متوسط طبقه بندی میشه و توی گیم، در واقع لپتاپ‌های گیمینگ جزو لپتاپ‌های ارزونه تقریبا، که میگم اشکالاتش از 2-3 سال پیش تا به حال خیلی برطرف شده و بهتر شده. امسال هم همینطوره. بدنش کماکان پلاستیکیه. یه سری اصلاح‌های توی طراحیش می‌بینیم. اصلاح حالا شاید یه ذره بهتر شده دیگه، بشه اسمشو گذاشت اصلاح. یه ذره بهتر شده طراحیش. خطوط پشتش عوض شده. لوگو رو می‌بینیم که لوگوی ایسر دیگه نیست و لوگوی N رو می‌بینیم که همون لوگوی مخصوص نایتروه. دقیقاً همون کاری که با پردیتور کرد ایسر، این بار میخواد با نایترو انجام بده و دیگه با اون یه لوگوی اختصاصی داده و به نظرم یه ارزشش هم داره. واقعا لپتاپ خوبی، حالا در ادامه خواهیم دید. کیبوردش مثل کیبورد پارساله. نامپد داره، هم ورژن 16 و هم ورژن 17 اینچیش نامپد داره. فورزون RGBه. هنوز WASD و اروکی ها یه مشخصه‌ای دارن. حالا قبلا رنگی بودن، الان یه حاشیه ترانسپرنتی دارن که نور بیشتر از اونجا میاد بیرون و مشخص تره. خب ایسر ترجیح داده که این رو همچنان به این صورت نگه داره و خیلی به سمت استیلز کردنش نره، یعنی خیلی به سمت اینکه اون شخصیت خودشو نشون بده که گیمینگ هست نمیخواد پنهانش بکنه. در نتیجه ما همچنان اون خط و خطوط پشت صفحه رو میبینیم، پشت صفحه نمایش رو، به همراه اون مشخصه‌ای که تو کیبورد گفتم. تاچ پد یه ذره بزرگتر شده، بهتر شده، این راحت‌تره باهاش کار کردن احتمالاً. پشت دستگاه PSU داریم یا همون پورت شارژر. یه HDMI ورژن 2.1 داریم. 2 تا USB تایپ C داریم که یکیش تاندربولت. احتمال خیلی زیاد شارژر هم باشه، یعنی بتونید از طریق USB هم شارژ بکنید که لازم نباشه همه جا شارژر سنگینشو با خودتون این ور اونور ببرین. ولی هنوز اعلام نشده که چند وات شارژ میکنه. حدس من اینه که هولوش باید 100 باشه. سمت راست تو USB تایپ A داریم، سمت چپ هم یه پورت اترنت، یه USB تایپ A، اودیو کامبو جک و کارد ریدر که خیلی به نظرم پورتای کامل و عالی داره. جاگذاریشون هم خیلی خوبه. درسته که اترنت رو سمت چپ داریم و جزو پورتای بالکی محسوب میشه، پورت ضخیمیه، ولی خب اترنت این روزها کمتر استفاده میشه. پورتایی که استفادهش بیشتره و ضخیمه پشت دستگاه، بقیه‌اش هم کناراست که به نظر من خیلی عالیه. در مورد صفحه نمایش‌ها صحبت بکنیم با هم دیگه. ببینید گفتم 16 اینچی شده، یعنی از اسپکت ریشیو 16 به 9 اومده به 16 به 10، ولی ورژن 17 اینچیش نه، همونطور که از اسمش مشخصه هنوز 17 اینچیه، 17.3 اینچه در واقع، که بعضی از شرکت‌ها رفتن سراغ در واقع صفحه نمایش 18 اینچی، ولی ایسر این کارو نکرده. احتمال داره سال بعد این کارو بکنه، چون امسال که فعلا همون 17 اینچی رو داریم و تفاوتش با 16 اینچی وقتی کنار هم میذارید متوجه میشید که سمت پایین حاشیه صفحه نمایش توی 17 اینچی خیلی ضخیم‌تره. هر کدوم از اینا دو نوع صفحه نمایش دارن که خیلی خوبن و ورژن 17 اینچی یه صفحه نمایش خیلی بد داره.
هر دوتاشون یه صفحه نمایش QHD دارن، 165 هرتز ریفرش ریتشونه، 300 نیت نور پس زمینه دارن و 3 میلی ثانیه ریسپانس تایم دارن و 100% دقت رنگ sRGBه که خب وقتی میگم 100% sRGB همون در واقع تیف مانیتورهاییه که 72% Adobe RGB و 73% DCI-P3 دارن. ورژن فول اچ دیش هم تقریبا همینه، یعنی مشخصه بجز رزولوشنش بقیه‌شون همینه، بجز این که فقط ریسپانس تایمش 7 میلی ثانیه است که اونم اوکی، مشکلی به نظر من نداره. توی ورژن 17 اینچی هم دقیقاً همین صفحه نمایش ها رو داریم به علاوه صفحه نمایش 144 هرتزی که 2 سال پیش می‌دیدیم، پارسال هم توی سری از مدلاش بود که خیلی خیلی افتضاح، 45% sRGB داره و واقعاً وحشتناکه. اون معمولا هم ورژن 17 اینچیش خیلی به اندازه حالا 15 اینچی که الان شده 16 اینچی محبوب نیست. اگر هم شما برید بخواید این لپتاپ بخرید حتما از 144 هرتزی دوری کنید. باتری 90 وات ساعتی ایسر نایترو 16 با شارژر 280 واتی شارژ میشه. در مورد شارژر USB هم گفتم که هنوز مشخص نیست ولی احتمالاً 100 وات خواهد بود. امکانات دیگه‌اش هم ادوانس اپتیموس و ماکس سویچه که اوکی به نظر من پارسال هم بود، امسال هم هست و خیلی خوبه. ادوانس اپتیموس به شما اجازه میده که موقعی که سویچ میکنید بین کارت گرافیکیاتون مجبور نباشید ری استارتش بکنید. خنک کننده این دستگاه هم از سیستم 4 فن استفاده میکنه. پارسال مفصل بهتون گفتم در موردش که هیت پایپ هم اضافه کرده بود. حالا امسال ما خنک کننده این رو شکلش رو ندیدیم ولی از همون سیستم استفاده میکنه و لیکوید متال رو داخلش خواهیم داشت، احتمالاً فقط برای CPU و امیدوارم برای GPU هم باشه. صحبت از CPU و GPU شد. CPU های سری 13 اینتل و سری 7 AMD رو داخلش داریم که هر دو از سری HX و خیلی خیلی نکته مثبت و خوبیه برای این لپتاپ ارزون قیمت که به نظرم پرفورمنسش رو بیشتر از تاف خواهد کرد، حداقل توی زمینه کانتنت و نرم افزارهای دیگه، چون اونا از سری H استفاده میکنن. فکر میکنم لیژن 5 هم بره سراغ پردازنده های سری H، ولی این لپتاپ رفته سراغ HX و فوق العاده عالیه. از طرفی کارت گرافیکی هایی که داخلش استفاده شده سری 4 همونطور که میدونید سری آدا لاولیس انویدیا که فوق العاده قدرتمندن، خیلی 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 قویان. به زودی اگر فرصت بکنم یه ویدیو در مورد کارت گرافیکی های سری 4 انویدیا خواهم ساخت و قدرتشون رو با سری قبلی مقایسه با هم بکنیم ببینیم که چه تفاوتی کرده. ولی بدونید که خیلی خیلی قویان این سری کارت گرافیکی های جدید و به نظرم حتی ارزش صبر کردن برای اینکه اونا رو بخریم رو داره. و کارت گرافیکی هایی هم که توش استفاده شده توی ورژن اینتل 4050 4060 و 4070 رو داریم و توی ورژن AMD 4050 و 4060 رو فقط داریم، 4070 رو دیگه نداریم. در مورد 4080 و 4090 احتمالاً باید برید سراغ سری پردیتور که اونجا هم تغییرات خیلی خوبی داشتیم که توی ویدیوهای بعدی نوبتش که شد در موردش صحبت خواهیم کرد. رمی هم که داخلش هست DDR5 4800 که شما میتونید تا 32 گیگابایت رم داخلش داشته باشید که به نظر من کافیه. از طرف وای فای نسخه 6E، PCIe نسل 4 و بلوتوث 52 رو داخلش میبینیم و به نظرم در نهایت باید بهتون بگم که این لپتاپ فوق‌العاده است. پارسال هم گفتم که اون لپتاپی که در واقع سال 2022 اومده بود خیلی خوب شده بود، اینم واقعا دیگه عالی شده با صفحه نمایش‌های خیلی خوبی که اضافه کرده و صفحه نمایش بد رو دیگه توی 16 اینچی نمی‌بینیم اصلا و شما 16 اینچی رو با خیال راحت میتونید بخرید، چه فول اچ دی شو چه کیو اچ دی شو. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین، به کارتون بیاد. توی این پلیلیست میتونید برید سری 2023 CS 2023 معرفی لپتاپ‌هایی که اونجا بوده رو ببینید
و ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید و مرسی که اینجا هستید تا با هم یاد بگیریم.